حوالی ساعت 7:40 شب گذشته یک راده حمله مملو از مواد انفجاریات در ساحه کوتل روزه در قراول نظامی محافظت عامه انفجار نموده که در نتیجه 7 تن از منصوبین محافظت عامه شهید کرده و 16 تن از منصوبین محافظت عامه مجروح گردیده است. برادر گرم بس کرد. همین اول دولت گرفت دیگه تا آخر دولت اگه اول دولت در شعبه میشدیم دیگه ما میرفتیم. چه تلفات دیگه برفلان 15 دانه شهید راه کردیم. 2 شهید گم شده برفلان که ما برای مال از سوپر کوریدور میدیم خدا جلو شد یک 17 شهید است. زخمی تقریبا یک 20 نفر است. 20 نفر زخمی است. تو کجا انفجار که داخل یا بیرون؟ این داخل قطع. یعنی فکر کنم بین اتاق افسران قماندانی در بین اینو ارتش برای انفجار داده. در اونجا باز من خودم بخش انجینری کار میکنم، امور انجینری متخصصم. تانگ من مبدأ دولت ایستاد بود که برای داخل تانگ ما برای مواد انفلاقا بود که ما در روزانه دسره کار میکردیم. این هم برای انفجار کرد. این 2 تانگ یک جا که انفجار کرد، این دیگه برای کنده برای خرابش. 2 تانگ تانگ انجینری که از خودم انفجار کرد داخل از مواد انفلاقی بود که دسره کار میکردن.